به یکی از شاخدارترین دروغای تاریخ داریم نزدیک میشیم. افسانه شهادت حضرت فاطمه که حتی تا همین دهه 70 تو تقویم جمهوری اسلامی به عنوان وفات یاد میشد و یهو آخوند فکر کرد که خب با تغییر وفات به شهادت میشه از این کاسبی کرد و یه پولی از جیب ملت خالی کرد. بعد از دیدار محمد خاتمی با وحید خراسانی در قم، به دستور وحید خراسانی این دروغ شاخدار در واژگان مذهبی شیعه گنجونده شد. تاریخ اومدن اینطوری دستکاری کردن که عمر مادر زنشو لای در گذاشته تا به شهادت برسه. آخه شیادا 1400 سال پیش کدوم خونه در داشته که خونه حضرت علی دومیش باشه؟ تصور کنین حضرت علی که به گفته همین شیعیان درب خیبر رو از جاش کنده و گنده ترین پهلوان عرب رو تو جنگ خندق به زمین زده، بعد صدای پای عمر رو میشنوه، یهو بودو با بچه‌هاش مخفی میشه که چی؟ فاطمه بره درو باز کنه. ببینم شما محب علی هستین یا کمر به بدنامیش بستین؟ شما اینجوری آبروشو بردین. #افسانه های دروغ شیعه.